حضرت بهاءالله می‌فرمایند یبن الانسان انت ترید الذهب و انا ارید تنزیهک عنه و انت عرفت قناع نفسک فیه و انا عرفت القناع فی تقدیسک عنه و امری هذا علمی و ذلک ظنک کیف یجتمع امری مع امرک. مضمون بیان مبارک به فارسی: ای پسر انسان، تو طلا را می‌خواهی و من پاکی تو را از آن، و تو غنایت را در آن در می‌یابی و من بی‌نیازی تو را در تقدیست از آن می‌دانم. قسم به جانم که این علم من است و آن شک و گمان تو، چگونه امر من و تو با هم جمع می شود؟ کلمات مکنونه عربی آیه 56.